پسر اینا چیه تو گوگل سرچ کردی؟ بابا میتونم برم خونه پرهام؟ نه میگم اینا چیه سرچ کردی تو گوگل؟ به غیر از موارد مثبت 18 همه رو گردن میگیرم. درباره اینا صحبت میکنم. چطور به مامان بزرگم آسیب بزنم؟ ایده خیلی خوبی بود. مراحل قانونی گرفتن ارث از مادر بزرگم. تابع قانونم، گردنم نازک‌تر از مو در برابر قانون. یه پیرزن چقدر زور دارد؟ بستگی به لایف استایلش داره. وای هزینه استخدام یک قاتل حرفه‌ای چقدره؟ 100 میلیون بابا باورت میشه؟ خوب نونی توشه. چگونه در یک روز 100 میلیون به دست بیاورم؟ راه حل سریع؟ زیاد کمکم نکرد. یک هفته خیلی زوده برای 100 میلیون. قاتل به مبلغ 500,000 تومان از کجا پیدا کنم؟ همیشه مشکل بودجه است. باورم نمیشه تو چرا میری این چرت پرتا رو سرچ میکنی؟ آیا دانش آموز میتواند با معلم خود رل بزند؟ خانم زاره معلم انگلیسیمون بلونده. آیا خانم زاره شوهر داره؟ آره شوهر داره، اسمش امیره، یه دراز بد قواره. استخدام دو قاتل به مبلغ 500,000 تومان. یکی برای مامان بزرگم، یکی برای امیر. اول حرفمون گفتی میخوام برم خونه پرهامینا. برای چی؟ با 500 تومن فقط تونستم پرهامو راضی کنم که بریم